بسم الله الرحمن الرحیم. با ارمغان بهترین درودهای پاکدلانه و برادرانه و میهن پرستانه با پیشگاه همه شما دوستان و دانشجویان عزیز و برادران خیراتورز، مسرت دارم تا در مبحث امروزی یکی از مقوله های خیلی ها جذاب و در عین حال جالب علمی را انتخاب نمودم و با هم میشنویم و تبادل نظر میکنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه مقوله را آغاز بکنم کوتاه میخوایم به عرض برسانم که یکی از مشکلات اساسی را که ما خودم هم در دچار این قضیه شدیم و دوستان دانشگاهی و سایر برادران هم با این مسائل روبرو می شود. در واقع ما جوانان، ما نسل دانشگاهی در رویارویی با قضایا و مقوله های دینی و علمی خیلی ها خودسرانه، خیلی ها بی‌پروا و خیلی ها سرسری عمل کرده. این در واقع مشکلی بزرگی را برای ما جوانان ایجاد میکنند، برای جامعه‌ای که ما زیست میکنیم ایجاد میکنند. و این مفهوم که ما در سطح رقابت های ملی و بین المللی گام های خیلی در عقب خواهیم بود. به خاطر اینکه اندوخته های علمی را که ما داریم خیلی ها در مقابله با رقیب های چیز است و این باعث میشه که با اشخاصی باشیم یعنی کوتاه نظر، کوتاه فکر و در عین حال عقب مانده. بنابراین به خاطر برداشتن گام های بلند و جلو رفتن ما باید قضایا و مقوله های علمی و دینی را عمیقاً بررسی بکنیم، ژرفاً مطالعه بکنیم و به مفهوم و معانی و آرش اساسی و اصلی آنها بپردازیم. در مبحث امروز که معمولاً از طریق رسانه‌های تصویری ما شنیده‌ایم، از طریق رادیوها شنیده‌ایم، از طریق رسانه‌های چاپی خوانده‌ایم، مقوله است که در واقع علمی است اما بعد سیاسی را به خود گرفته است. این مقوله غنیسازی یورانیم است. غنیسازی یعنی چی؟ و یورانیم یعنی چی فایده یورانیم داره؟ ببینید، یورانیم در این طبیعتی که ما زندگی میکنیم عناصر مختلف کشف شد توسط مندلیف، جدول‌ها در جدول مندلیف ترتیب شد. یکی از عناصری است که در جدول مندلیف مقام 92 از آن خود کرده به دلیل اینکه دارای 92 پروتون می باشد و همون اساس عنصری که یک پروتون داره اول 12 اما بالاخره چون یورانیم 92 پروتون داره در مقام و جایگاه 92 قرار داره. یورانیم در طبیعت به دو شکل پیدا می شود. یکی یورانیم 235 هست و یکی یورانیم 238. یورانیم 238 و 235 با هم دو تفاوت داره. یک تفاوت کوچک است و یک تفاوت بزرگ. تفاوت کوچک فقط تفاوت اینایی است که یورانیم 238 3 ذره نیوترون یا خنثی کمتر از یورانیم 235 داره و تفاوت دیگری که یورانیم 238 قابلیت انفجار را نداره. در وقت یعنی این تفاوت بزرگش و تفاوت بعدی که این داره در واقع یورانیم 238 99% از کل یورانیم یک معدن یا یک سنگ را تشکیل میده، در حالی که یورانیم 235 تنها 0.7% یورانیم طبیعت را تشکیل میده. گفتیم یورانیم 235 قابلیت انفجار را دارد ولی با این درصدی که در معادن وجود دارد قابل انفجار نیست، به خاطر خیلی ناچیز پیدا میشه. برای که ما قابلیت انفجار رو بتیم برش یعنی منفجرش بسازیم باید این را غلیظ بسازیم، غلظتی را بلند ببریم، یعنی غنی سازی بکنیم.
و غنیسازی به این معنا که از 0.7% وجود داره، این به بلند درصدی های بلند 20 40 50 60 تا 100% 90% برسونه. این زمانی است که ما میگیم غنیسازی یا غلظت بلند بردن غلظت یورانیم 235. یورانیمی که قابلیت انفجار داره. از یورانیم دو فایده بسیار اساسی میگیرن. یکی تولید برق که از اون برق تولید میشه و دوم در ساختن بمب هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای. ببینید به طور مثال در ساختن برق کشورهای زیادی است که نیروگاه‌های اتمی یورانیم دارند، نیروگاه‌های اتمی هسته‌ای دارند، مثل کشور آمریکا هست، فرانسه، چین، برزیل، ارژانتین، ژاپن، بریتانیا، آلمان، روسیه، هندوستان، پاکستان. این کشورهایی است که نیروگاه‌های اتمی هسته‌ای دارند و به طور مثال ژاپن 94% از انرژی برقش از یورانیم تولید میکنه. همین شکل فرانسه بیشترین تولید میکنه، آمریکا. در کل کشورها ببینیم 16% از برق عمومی و کل جهان توسط یورانیم. پس به اون اساس یورانیم خیلی رول داره در تولید برق. به خاطری که در جهان فعلا در حدود 440 نیروگاه‌های هسته‌ای یورانیم وجود داره که در 31 کشوری فعالیت می‌کنند. بخش دومی که از یورانیم خب در این قسمت ببینید به طور مثال در ایالت کالیفرنیا در قسمت تولید برق مثال میده 5 راکتور و یا نیروگاه اتمی وجود داره که از هر راکتور یا نیروگاه اتمی 1100 میگاوات برق تولید میکنه. یعنی یک راکتور یا یک نیروگاه اتمی کافی هست تا 1 میلیون خانه را برق بده. ببینید چقدری رول مهم داره. این از هدف صلح‌آمیز یورانیم که ما خیلی از استفاده میکنیم. در مقابل اهداف دیگری برای ساختن بمب هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای هم یورانیم بکار. به طور عموم ما از دو عنصر، یکی از یورانیم یکی از پلوتونیم میتونیم بمب هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای تولید کنیم. چی وقت ما میتونیم؟ زمانی که غلظت یورانیم 235 را بلند کنیم. چه رقم ما این را بلند برده میتونیم؟ من به طور مثال معدنی را که خیلی همین هست کاوش میکنم، سنگ یورانیم را که یکی از عنصرهایی است، هسته ناپایدار دارد، قابلیت انفجار دارد و فوق العاده قیمت هم هست، گرانتر نسبت به آهن سنگین‌تر ایران میگیرم در دستگاه‌های خاصی که به نام سنتریفیوژ یاد میشه در او علاوه میکنیم. سنتریفیوژ چیست؟ سنتریفیوژ در واقع حین ماشین پاراشویی است، با تفاوتی که ماشین پاراشویی با یک سرعتی فوق العاده کم حرکت میکنه، ولی سنتریفیوژ با یک سرعت فوق العاده تیز یا سریع حرکت میکنه. این فرق اساسی است. این وقتی که گرفتم یورانیم 235 یا 38 با هم مخلوط میکنم، در این سنتریفیوژ علاوه میکنم، گاز هگزافلوراید یا گاز از دری علاوه، بر اساس تغییرات کیمیایی که صورت میگیره من میتونم یورانیم 235 تولید کنم. این حال غلظت و درصدی را که ما تولید میکنم بستگی به هدف و مفکوره ما داره. اگر ما بخوایم یک هدف صلح‌آمیز داشته باشیم، ماده انفجاری جور نکنم از این و در کشاورزی، در پژوهش‌های کیهانی، در مسائل پزشکی از این استفاده بکنم، دوستان عزیز، فقط تا سرحد 20% یا 19.75% از این غلیظ میسازم یا غنی‌سازی میکنم، بعدا من استفاده میکنم. من در واقع کشوری خطری نیستم برای، ولی اگر در فکر من این باشه که من کشور یکتاز باشم و ابر قدرت باشم و هر کشوری که در مقابل من اقدام بکنه او را سرکوب بسازم، پس من تصمیم میگیرم تا غلظت یورانیم 235 خودم بلند ببرم. اگر من این را به سرحد 50 برسانم، به این معنی که من میتونم در نیروگاه‌های زیردریایی، کشتی‌های اقیانوس‌پیما که در کل اهداف نظامی است استفاده بکنم. اگر این را من بخوایم
اگر بخوایم به کشور خود سلاح هسته‌ای داشته باشد، بمب هسته‌ای داشته باشد، پس ما ایران تا سرحدی 90% غلیظ میسازم، غنی میکنم یورانیم 235، پس ما میتونیم یورانیم 235. ببینید زمانی که ما فرض مثال بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای جور میکنم و غلظت 90% ساختم، بمب هسته‌ای که از یورانیم جور میکنم، این زمانی که انفجار میکنه و یا زمانی که بقایای پسماندهایی که باقی میمونه، از اون میتونم ما عنصر دیگری که به نام پلوتونیم است تولید بکنم. پلوتونیم یکی عناصر دیگری هست که به شکل طبیعی در طبیعت وجود نداره، تنها به شکل مصنوعی مقادر است میده تولید بکنم. خب فرق پلوتونیم و یورانیم به هی است که پلوتونیم اگر بخوایم سلاح هسته‌ای منجور بکنیم، از پلوتونیم 6 کیلوگرم پلوتونیم ضرورت دارم که ما سلاح هسته‌ای 6 کیلوگرم پلوتونیم معادل میشه به اندازه همین گلاس، یعنی خیلی متراکم است پلوتونیم، یعنی به اندازه 6 کیلوگرم، به اندازه این پیاله ما میتونم اگر پلوتونیم داشته باشم سلاح هسته‌ای جور کنم. ولی اگر ما بخوایم سلاح هسته‌ای از یورانیم جور بکنم، باید بین 16 تا 20% از یورانیم داشته باشم، بعدم سلاح هسته‌ای جور میکنم. ببینید سلاح هسته‌ای در جهان و غنیسازی یورانیم در جهان یکی از قضیه های بزرگ سیاسی هست که کشورها دارن سر این موضوع بازی میکنن. ما معمولا اصطلاحات کشورهای 5 به اضافه 1 نشون میدهیم. این چی معنا داره؟ 5 به اضافه 1 به این معناست 5 کشور و کشورهای گفتن میشه که آنها سلاح هسته‌ای دارند. کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، این 5 کشوری است که سلاح‌های هسته‌ای دارند و به اضافه یک کشوری است به نام آلمان یا جرمنی، این کشوری است که سلاح هسته‌ای نداره ولی با اینا متحد شده در گفتگوهای سلاح انرژی اتمی اشتراک میکنه. این 5 کشور سازمان را جور کردن مسما به سازمان بین المللی انرژی اتمی که در او بعضی کشورها عضویت دارند و معاهداتی را امضا کردند. یکی از اون معاهده در واقع معاهده منع گسترش سلاح اتمی است که بعضی کشورها مثل ایران در سال 1968 میلادی معاهده را امضا کرد و بعضی کشورهای دیگر امضا نکردند، مثل هندوستان، مثل پاکستان، مثل اسرائیل. این کشورهایی هستند که تا حال اون معاهده را امضا نکردند، معاهده منع گسترش سلاح اتمی. به طور مثال در هندوستان فعلا 8 نیروگاه انرژی اتمی وجود داره، در پاکستان 2 وجود داره که در واقع مفکوره ای را از عبدالقادر خان ساینتیست و دانشمند پاکستانی را گرفتن که خود عبدالقادر خان کسی بود که تئوری ساختی سلاح اتمی و در واقع سنتریفیوژ ها را از کشورهای اروپایی کپی کرد و در کشورش استفاده. بالاخره بعدی شد که پاکستان نسل‌های دومی از این سلاح‌های هسته‌ای را جور کرد و فعلا بعد نام کشور خود هم مسما ساخته است. ببینید در سازمانی که ما پیشتر ذکر کردم، سازمان بین المللی انرژی اتمی، 2 اصل وجود دارد. یک اصل اول به نام Low Enrichment Uranium LEU. این شامل قانونی میشه بر اساس مبنای حقوقی کشورها حق دارند تا 20% از یورانیم خود غنی بسازند و در اهداف سودآمیز استفاده کنند. اینا میگن Low Enrichment Uranium، یعنی غنیسازی یورانیم در سرحد 20%. و یکی دیگه است HEU Highly Enrichment Uranium، یعنی سرحدی که از 20 بلند شود 50-90 اهداف غیر صلح‌آمیز نظامی و سیاسی دارند و این کشورهایی که اهداف را طی میکنند در واقع سرکشی از قانون‌های این سازمان دارد. ببینید یک مغالطه‌ای که در بین افکار جامعه وجود داره این است که این سازمان در واقع منع میکنه. این موضوع زیاد مطرح نیست. کشورهایی که عضویت این سازمان را دارند میتونن تحت بر
موجودیت ناظرین سازمان یورانیم خود را غنی بسازند، یورانیم 235 و از او به اهداف خود کار بگیرند، ولی تحت نظارت اشخاص. ولی در کل کشورها اجازه نمیدن این مسائل، به خاطر که در کل سازمان جاسوس‌هایی را هم داره که میشه معادن کشور در خطر شود، استقلالیت کشور در خطر شود. به خاطر این مسائل ها بیشتر دنبال نمیشه و کشورها دارن ضمن که او معاهده را امضا هم کردن مخفیانه غنیسازی خود را ادامه میدهند. این در کل اهداف این سازمان بود. اما بحث در اینجا هست که چطوری مفکوره ایجاد سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای به وجود آمد. برای اولین بار آلبرت اینشتین، یکی از دانشمندان موفق فیزیک بود، این در میز کاری داشت این مفکوره را ایجاد کرد و این فهمید که میشه از یورانیم بمب یا سلاح هسته‌ای ایجاد کنند. این نامه ای را رئیس جمهور وقت آمریکا در زمانهای قبل از جنگ جهانی دوم می نویسد که ما قادر هستم از یورانیم بمب هسته‌ای ایجاد کنم. ولی در کل این در واقع نمایش دادن علمیت و توانایی علمی و تکنولوژی و فنی خود بود، نه اهداف سیاسی. ولی چون مسائل سیاسی در اون زمان داغ بود، رئیس جمهور آمریکا این از زودتر پذیرفت و خواهان این شد که باید زودتر این بمب ساخته شود. بدون اون دستور ایجاد دستگاه را کرد در اوک، در یک منطقه آمریکا به نام اوک اینترنشنال لب تنسی آمریکا، این منطقه دستگاهی ساخته شد که مدیریت عمومی دستگاه فیزیکدان جوانی آمریکایی به نام رابرت اوپنهایمر به عهده میگیره. بعدا در پروژه ساخت بمب هسته‌ای از یورانیم در منطقه تنسی او اینترنشنال آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم قبل از آن 100,000 نفر مصرف کار بودند که از این 100,000 نفر هیچ نمیدانستند که هدف چی است. تنها مأمورین بلند رتبه میدانستند که در واقع دارن اینا بمب هسته‌ای ایجاد میکنند. بعدا بمب هسته‌ای از یورانیم ساخته شد در اونجا و متاسفانه به شهر زیبای ژاپن، شهر هیروشیمای پرتاب شد و تلفات زیادی به مردم و زمین‌های زراعتی ایجاد کرد. حتی هنوز هم بعضی زمین‌ها در اونجا قابل زرع نیست. بعدا در وقت استالین فکر میکنم در جنگ جهانی دوم بر اساس تبلیغات و جنگ سردی که وجود داشت اعلام کرد که آمریکا در واقع همون یک بمب هسته‌ای داشت که استفاده کرد و دیگر بمب ندارد. بنابراین این بمب دومی که بر ناگاساکی ژاپن استفاده شد بالکل و 100% سیاسی بود. در این ضمن که اول قدر سیاسی نبود، دنباله‌های آزمایشی هم داشت. در این ناگاساکی بمب دوم از پلوتونیم ساخته شد، خیلی خطرناک، بدون تلفات زیادی را هم ایجاد کرد. این بود مفکوره‌ای که برای اولین بار بمب هسته‌ای ایجاد شد و کشور آمریکا اولین کشوری بود که در متأسفانه برای کشور ژاپن استفاده کرد. خب حالا برمیگردیم به اینکه این چی نقصان و فوایدی دارد. در کل من به صفت یکی از شاگردان تکنولوژی مخالف گسترش و یا استفاده از نیروی انرژی اتمی هستم. به دلیل این نقصان‌های زیادی داره. یکی که در نیروگاه‌هایی که در جهان وجود داره، خصوصا در فوکوشیمای ژاپن که 6 نیروگاه یا راکتورهای انرژی اتمی وجود داره، دیده شده که بقایای این یورانیم باعث در واقع رادیواکتیو شدن آب میشه. این آب را رادیواکتیو میسازه که خیلی ها صنعتی ماهیگیری از بین آورده و از بین برده و به حیات بشری در تهدید است. بنابراین کشور ژاپن و در ضمن آلمان هم اینا تصمیم گرفتند تا در سال 2015 2050 میلادی همه نیروگاه‌های هسته‌ای خود را بسته بکنند. بخاطر نقصان‌های زیادی دارند. این بود در بخشی و در بخشی سلاح هسته‌ای. ببینید این خیلی ها خطرناک است که کشوری از نیروی هسته‌ای استفاده بکنه. ببینید اگر خدای نخواسته جنگ هسته‌ای بین کشورها در بگیره، تمدن بشری، اینترنت، برق، زمین‌های زراعتی، حیات بشری فوق‌العاده در تهدید است.
به خاطر که ما قدر خطر جدی به حیات بشر است که غیر قابل بیان است.